سلام مهندسم. ببین این پروژه من خب اینا دو طبقه است. اینجا اودیتوریومه. یا کن این رینگ اینجا رو به هم وصل میکنه. این رینگی که اینجا هستش میبینید این رینگ خب اینا رو به هم دیگه وصل میکنه از بالا طبقه دوم. خب با توجه به اینکه این حجم خود پایین تره، اینجا هم که میدونی که کلا یه طبقه میاد بالا و به همین اکزیبیشن، به همین که میگن نمایشگاه بالا میخوره و توی نمایشگاه که کار بچه‌ها ارائه داده میشه. این اودیتوریوم که میدونی این مکتون استیجه و این بر پلا میره بالا، از این زیر مردم میرن تو و از اینجا طبق نقشه از اینجا وارد میشن میرن. حالا میشه دو تا پله ما اینجا بذاریم چون اون دفعه من اینو خودم انجام میدم، شما انجام نمیدید. که حالا میشه دو تا پله من خودم بعدا اضافه میکنم که هم از اینجا میرن بالا، هم از این تو میان، از این زیر میان تو و میان بالا میشینن. میمونه فود کورت هم یه طبقه است. این کلا ادمنستریتیو چیزای اداریه که کلاسا توشن و کلاس همینجوری میمونه. اینم که اودیتوریوم که بس من عاشق کارهای کرف خوشم میاد. دوست ندارم همه این استوا راست باشن. نگاه کنین اینو مثلا یه خورده اف بیارین اینجا، یه خورده بیارینش بالا، اینجا رو مثلا یه اف بیارین اینجا رو یه خورده حجمش زیاد کنین. خب بعد یعنی من کار مثلا صاف دوست ندارم، مثلا اون آخرش رو یه خورده اینطوری کنین. نه نمیشه. خب این حجم وسط هم تقریبا اینطوری میشه، همشه حالتی پیدا میکنه این دومی که وسطه. خب یعنی اینجاش میاد بالا. من اسکیسام با خودم نیست حقیقت، من اونا داشتم خیلی خوب بود. و یه رینگی که دورش میره. اینا همه کل ساختمون هم از جنس کانکریته. خب بین همون کانسپتی که داشتم، ولی اینو میخوام مثلا استیل بدم. بعد دورش هم میخوام مثل آلبرتو ریپس خطای مثل آهن، خط آهنی ریپس بدم. مثلا این دیواره مثلا اینجوری ریپس میاد اینجا، ریپس آهنی مثلا مثل اف استیل دورش باشه، چون خیلی ساختمون صافه. میخوام این خورده از حالت صافی یکم خوندن در بیانم. این بالا این میاد بالا، اینو یه خورده حجم ترش میکنیم که از اینجا پشت از جلو الیویشن قشنگ نشون داده بشه. اینم که تا اینجا میاد، اینم یعنی دو طبقه میاد بالا، 8 متر. همین اینجا هم یه دونه الان من کشیدم، یه دونه از این استیجای صحراییه که دانشجوها میان اینجا. دو تا آسانسور اینجا هستش خب که بچه‌ها میرن تو. اصلی مال ویزیتورها اینجاست، مال بچه‌ها از اینجاست. اینجا هم حالا یه جایی که مثلا بچه‌ها میان چی میگن کار ساپلایرز مال رستوران اینجاست دیگه. ساپلای میخوام بکنم به رستوران، میارن اینجا جنسا رو خالی میکنن و میرن. خب ورودی ماشین نداره، فقط ورودی ماشین از اینجاست که میره تو زمین، از اینجا هم خارج میشه. همین فقط چیزی که شما میبینین یکی همین اینجاست با همین دوتایی که من کشیدم، آسانسوراست که میبینین. همین